همیشه برام سوال بود زمانی که مدیتیشن میکنیم چه اتفاقی توی مغزمون رخ میده. با من همراه باشید چون میخوایم بررسی کنیم که دقیقاً توی هر بخش مغز چه اتفاقی رخ میده. قشر پیش‌پیشانی. مدیتیشن تراکم بخش خاکستری قشر پیش‌پیشانی رو افزایش میده. قشر پیش‌پیشانی یا فرونتال وظیفه عملکرد اجرایی بدن رو بر عهده داره، یعنی تصمیم گیری، قضاوت، برنامه‌ریزی و حل مسئله، و این باعث میشه که ما هوشیارتر و مسلط‌تر باشیم. و همچنین باعث میشه که اتصالاتی که بین آمیگدال و مراکزی که مرتبط با توجه و تمرکز هستش رو قوی تر کنه. دستگاه لیمبیک هیپوکامپ. زمانی که ما مدیتیشن میکنیم ضخامت قشای هیپوکامپ افزایش پیدا میکنه. هیپوکامپ بخشی از دستگاه لیمبیک هست که مسئول یادگیری و حافظه هستش و در واقع مدیتیشن باعث میشه که اطلاعات بتونن بهتر ذخیره بشن و رفتارهای ذهن آگاهانه رو در ما افزایش بده. محل اتصال قشر گیجگاهی و آهیانه. محل اتصال قشر گیجگاهی و آهیانه که اصطلاحاً TJP نام داره با دیدگاه ما نسبت به همدلی و محبت در ارتباطه و زمانی که ما مدیتیشن میکنیم ضخامت این بخش افزایش پیدا میکنه و در نتیجه زمانی که ما TJP بهتری داشته باشیم همراه با مزایای دیگه مدیتیشن مثل کاهش اضطراب و افزایش آگاهی ما از لحظه حال باعث میشه که ما بتونیم انسان خوبی باشیم که همیشه آرزو رو داشتیم که باشیم.